در کشوری که جوانی بغیرتش، جوانی شجاعش، بهترین فرد این کشور زیر شکنجه قرار میگیره، زیر لط و کوب قرار میگیره، زیر تجاوز و تحقیر قرار میگیره، آینده این کشور چی است؟ کیها آینده باید رهبر شوند؟ 4 تا مرغ چاپلوس، 4 تا احمقی که دیگر بجز از تملق کاری و بجز از لیسیدن و بجز از عمود تحقیر و دشنام کاری نداره. آیا او میتونه آینده این ملت معرفی میکنه؟ آیا میتونه از این ملت دفاع بکنه؟ شما یک زمانی هستین میبیوین میرین، ولی شما این در برابر رفتنتون غرور ملی را از بین میبرین، شجاعت ملت از بین میبرین، مکتب مردانگی این ملت از بین میبرین. الکی بردین. ببین قدر نظام فرسوده که رسانه های چینی از زیاد بودن فاحشه و نرخ زنهای ملت $2 کردن. $2 امریکایی زن این ملت قدر داره. ببینین به آبرو کردن این ملت. ببینین برای مردم افغانستان تاجیکستان یک جای چی میگن عشق و عشق ورزی است، جای کیف و صفاشون است. ببینین چی ساختین برای این ملت. زن و مرد این ملت از نبودن مبلغ فرزندی که تولد میکنند به فروش میگذارند. این ببینید شما چی حکومت چه چیزی برای این مردم ساختین. ببینید که از کدام فرهنگ، از کدام هستی، از کدام پیشرفت، از کدام بنیاد، از کدام دولتداری شما حرف میزنید که در یک باور کن جای ننگش است، جای ننگ خیلی دردناک است که رسانه‌ای های مشهور خیتای معرفی میکنه که در تاجیکستان زیاده از 200 فاحشه خانه است. ببینید و نرخ مادر تاجیک از $2 تا $100 ارزش داره. ببینید فرهنگ شما کجا بردین؟ آبروی زنی ملت تاجیک کجا بردین؟ از کدام بدبختی باید اینجا حل زده شود؟ شما لاف از کدام فرهنگ، کدام هستی، کدام پیشرفتی، کدام دولت، کدام ترقیات میزنید؟ وقتی مادر این ملت آبروش در عرصه بین الملل، در اتحاد کشورهایی که همسرحدی ما هستند نرخ داره و به خاطر کیف و صفاشون تاجیکستان میبینند، مرگی داشتن چنین کشور و داشتن چنین سرزمین و چنین افرادی که راهبر است. وای به حال ما، وای به حال ما.